تو هم از زبان انگلیسی ماینکرافت خسته شدی؟ وایسا، اگه زبان ماینکرافت فارسی باشه چی؟ What؟ پس کافیه این ویدیو رو تا آخر نگاه کنی و چنل من رو لایک، کامنت و سابسکرایب کنی و زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنی. بریم سراغ ویدیو. زمانی که داخل دیسکریپشن لینکی گذاشتم مود فارسی رو دانلود کردید و استخراج کردید و وارد ماینکرافت کردید، ابتدا وارد ستینگ ماینکرافت میشید. حالا بعد از اینکه وارد ستینگ شدید باید بیاین گزینه‌های پایین قسمت اول قسمت مود میریم و مود پرشیانو یا همون مود فارسی رو انتخاب میکنید. حالا از این قسمت بخش میایم بیرون تا یه ذره صبر میکنید تا مودپک ما وارد ماینکرافت بشه. حالا بعد از اینکه وارد این صفحه که شدید دوباره میرید وارد تنظیمات میشید و حالا این قسمت میایم قسمت زبان و فارسی ایران رو انتخاب میکنید. میگه که تنظیمات شما به فارسی در اومدش و همش واقعی هم هستش. آقا بیا بفهم این همه اینا فارسیه، اینا بقا هستن، اینا خالق هستن. برای مثال ما الان این درتو که بکنیم به ما نشون میده چه کلمه، یعنی خاک. آقا واقعی هستش، بریم بریزین دیگه. قابل ساختن همه. بفهم همه اینا زیر سر یه مود بود. بفهم زبان ماینکرافت شما فارسی شد. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره، زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید. آقا حتما حمایتتون کنید لطفاً و خواهشمندم از شما که من به حمایت شما نیاز دارم. یه سابسکرایب کوچیک بزن که ما رو به خانواده بزرگ برسونید و حتما این ویدیو رو به رفیقاتم معرفی کن تا اونام از این مود استفاده کنن. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.